وقتی که شما هی ناخودآگاه به یه چیزی یا به یه کسی فکر میکنین و نمیتونین از ذهنتون پاکش کنین، they're living rent free in your head. اوایل که این عبارت خیلی رایج شده بود، بیشتر برای افکار منفی استفاده میشد. مثلا از یکی خوشتون نمیاد، بعد هی بهش فکر میکنین، یا یه اتفاق نچندان جالبی براتون افتاده ولی شما هی دارین مرورش میکنین. البته که تروماها و اتفاقات خیلی بد شامل این قضیه نمیشن. راجع به چیزایی صحبت میکنیم که هرچند ذهن رو مشغول کردن ولی در این حال خیلی هم برای خود اون آدم بحرانی و مهم نیستن. مثلا با یه نفر بحثتون شده و هی مرور میکنین این اتفاق توی ذهنتون و توی مکالماتتون بهش اشاره میکنین و دوستتون بهتون میگه که You should not let them live rent free in your head. نباید بذاری اینقدر ذهنتو مشغول بکنه. به مرور کاربردش خیلی بیشتر شد و برای چیزایی که به حالت مثبتی هم ذهن رو مشغول بکنن میشه ازش استفاده کرد. مثلا دوستتون 2 سال پیش یه میم براتون فرستاده، شما هنوز یادش میافتین میخندین. That meme is living rent